دارم. امروز اومدیم یک عصرونه خوشمزه درست کنیم، کیک کاستر، در این سادگی ولی خیلی خوشمزه. تخم مرغ، شکر، نیل، میزنیم تا کرم رنگ بشه، دورگیری میکنیم. شیر، و روغن رو بهش اضافه میکنیم. تیر نارگیل، این مرحله آرد بهش اضافه میکنیم. قبل چرک کردیم و آرد پاشی. حالا میریزیم تو قالب، ریختیم داخل قالب، چند بار میزنیم رو سطح و میذاریم داخل کیکمون رو برمیگردونیم، میذاریم تو خنک بشه. برای مواد رویم پیمان شیر، یک قاشق کاستر و 2 قاشق هم شکر با هم دیگه مخلوط میکنیم. مدام خم میزنیم تا به غلیظت مناسب برسه و زعفران دم کرده بهش اضافه میکنیم. اضافه کردیم، بازم خامه صبحانه بهش اضافه میکنیم. دورش رو تزیین میکنیم با پودر نارگیل و این گلای محمدی خوشگل که میتونید خوش عطر، میتونید از پیج محصولات خودم سفارش بدید. اینم از گلای تازه امسال. اینم کیک کاستر خوشمزه، یک عصرونه برای دور همی‌ها، برای تولد، برای مهمونیاتون میتونید به این راحتی تو خونه خودتون درست کنید.